قضاوت با شما، این مدیر کل انتقال خون یزد و معاونشه که اومدن جلوی دوربین صدا و سیما خون بدن، اما البته با توجه به اینکه در طول زمان خونگیری اصلا سوزنی در دست آقای مدیر و معاونش فرو نرفت، اینکه این کیسه خون از کجا و توسط کی پر شده نکته بسیار جالبی بود که بهتر خودتون ببینید. میخوای آتو بگیری از ما؟ یه گرفتیم دکتر شما چه؟ جواب اتفاق افتاده تا یک بار داشته باشه. اینا نمیشه بکنم. چرا نمیشه؟ اینا نمیشه. دست نمیشه. شما اجازه نیست که دست بزنید.